امروز افرادی پیدا شدن به مانند اسکندر مدنی، عبدالظاهر دایی و عقیده خود صحیح و درست میدونن و عقیده ما را باطل میدونن که نادرسته، در حالی که عزیزان من عقیده او خرابه. عقیده او باید برون عقیده بخونن. تو که عقیده درست داری، اسکندر مدنی یا عبدالظاهر دایی یا امثال همیا، شما که عقیده خوب دارین که ما را می نویسن عقیده بخونیم، مولای تاجیکستان عقیده، الحمدلله در عقیده استواریم، در عقیده محکمیم. امر معروف شرط نیست آیت بیاری حدیث بیاری. میگه حضرت عزرائیل اومد، حضرت موسی علیه السلام گفت که السلام علیکم. گفت ای موسی، گفت من برای قبض جان تو آمدم. چی اومدی؟ گفت من عزرائیلم. گفت برای قبض جان تو آمدم. میگه یک مش زد عزرائیل، چشمش پرید. میگه گوش که هر وقتی من گفتم